شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما را برای ازدواج کردن مصلحت ها دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعة فلیتزوج. ای جوان ها، کسی از شما اگر قدرت داره دستش میرسه ازدواج بکنن، زن بگیرن. زن بسیار برکت در زندگی. نکاح بکنن. نکاح کردن برادر عزیز در زندگی ما و شما سبب رزق من زیاد شدن است. حضرت امیرالمومنین عمر رضی الله عنه میگفت که من تعجب میکنم در کسانی که بایگری میخواهند اما ازدواج نمیکنند. بایگری میخواهند اما ازدواج نمیکنند. نکاح معنایی داره که ما و شما گریهی رزق خود مانه رزق فراوان هوی میکنیم به فضل خدا. پروردگار مهربان در قرآن عظیم و شان ما و شما را برای ازدواج مصلحت میدهد و مکافات او را برای ما و شما میگه. الله مهربان. حالی ببینید برادر عزیز، هر جنبه ما و شما مصلحت چی داریم؟ پروردگار ما و شما را مصلحت میده برای ازدواج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا ایاما منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم ان یکن فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. صدق الله العظیم. پروردگار مهربان در این آیه مبارکه ما و شما را مصلحت میده. حالی ما و شما باور بکنیم بعضا ها در غفلت هستیم. بسیار وقت کارها میکنیم، زندگی ابتدا میکنیم، یک کار کردنی میشیم، از یک مخلوق مصلحت میپرسیم اما از خدا و پیغمبر مصلحت نمیپرسیم. و قرآن نظر نمیکنیم که خدا ما را چی مصلحت داده است، پیغمبر چی مصلحت داده صلی الله علیه و سلم. خداوند مهربان در اینجا ما و شما را مصلحت میده که بندگان من، شما اگر میخواهی مصلحت چی، من خالق شما، من رازق شما را مصلحت میتونم. به این مصلحت مرحمت بگیرید. آیا جرأت مصلحت میپرسی، از همسایت مصلحت میپرسی، اکا و دادر مصلحت میپرسی، از رفیقت مصلحت میپرسی. ای خدا را مصلحت اگر بخواهی، من الله تو را مصلحت خوبی میتون که از مصلحت دیگران منفعتش بیشتر است. اگر مصلحت ما قطعی کردی، خدا میگه باز در آینده مکافات برات انتظار است که در زندگی مکافات های خوب برات هدیه میکنم. خدا میگه این مصلحت قرآنی است برادر عزیز. در زندگی برای نوجوانا خداوند مهربان میگه. حالا ما یک کرتخر میشیم مصلحت میپرسیم برادر عزیز. ماشین خر میشیم مصلحت میپرسیم. چند نفر ماشین بازار بریم 100 نمود ماشین میبینیم، ای 100 نمود انسان برای $3000 که ماشین بخریم ما و شما مصلحت میپرسیم. برای زن گرفتن مصلحت نمیپرسیم. اگر بپرسیم هم درست نمیپرسیم. چگونه زن بگیریم؟ ای کدام خاندان بگیریم؟ زن برای چی بگیریم اصلا؟ زن برای چی است؟ اصلا اکثریت ما امروز جوانان نمیدونیم. کلانترا را کو میدونن انشاءالله برای نصیحت کلانترا نیست. اما جوانان اکثرا نمیدونن که زن به کدام مقصد باید بگیریم. علما میگن انسان ازدواج میکنه اولین مقصدش باشه که رضای خدا را به دست بیاره، که از فحشا و از گناه و معصیت رو بگردانم، رضای خدا را به دست بیارم. نکاح خودش یک عبادت است برادر عزیز. نماز عبادت، روزه عبادت، حج عبادت، نکاح هم عبادت از ثواب داره.
پروردگار مهربان ما و شما رو مصلحت میده به آیه مبارکه و انکحوا ایاما منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم. خدا میگه که ازدواج میکنی مطرح مصلحت میتون. جرأت میگه فلان دختری سرلیچه بگیر، جرأت میگه فلان دختری خواب بیرهه رو بگیر، یا که یک نفر دیگه عالی بسیاری ها هستن از کوچه زن میگیرن. زن کوچه کار نمیه برادر عزیز، زن کوچه هیچ وقت کار نمیه. ما زنی بگیریم که فردا فرزندمون مادری کرده بتونیم. یکم مقصد رضای خدا ازدواج، دوم مقصد فرزند خوب به دست آوردن که این ما زن همی میگیرم آیا این ضمیر است؟ خداوند زن ضمیری زمین کرده است. اشاره زن را پروردگار به اشاره زمین میکنه که زن برای شما زمین کشتان است. شما نگاه بکنین که در کجا کشت میکنین. زمین شوره سنبول بر نیارد. سعدی میگو خدا را رحمتش کنه. زمین شوره سنبول بر نیارد، در رو تخم و عمل ضایع مگردان. حضرت میگو زمینی که شوره باشه گندم به پرتایی نمیبره، گندم خوب نمیفهم. برای حاصل خوب گرفتن زمین آبی خوب گرفتن در کار. دهقان مجبور نشود زمین للمه رو نمیگیره. برای چی؟ برای که براش حاصل خوب نمیفهم. فرزند خوب علما میگن دوم مقصدی باشه که فرزند خوب باید به دست بیاد. الله مهربان میگه اگر میخواهی مصلحت بگیرید، آینده زندگیت پربرکت باشه، آینده زندگیت خوب باشه، فرزندای خوب بخواهی، خوب من مصلحتت میتونم. الله میگن نکاح میکنی چگونه زن بگی؟ صالحین من عبائکم و ایمائکم. الله مهربان میگه از زنهای صالحه بگیر. زنهای صالحه ایم جمع زنهای بکر بر اشاره هست. زن میگیری، زن بکری که میگیری صالحش انتخاب بکن. الله مهربان برای ما و شما مصلحت میده که زن گرفتی جوانی عزیز نگاه بکن زن نماز میخونه. اول بپرس خاندانش مادر ترایی میکنی؟ بگو مادر جان پدر جان خانه شان میرین، اول بپرسین که نماز میخونه، احترام پدر و مادر رو میدانن. اگر خانه شما آمد که الان تان بپرسین امو رو که اخلاق و ادب درست دارن، از دایره انسانگری گذشتگی است. پروردگار مهربان میگه اگر به مصلحت من کار کردی، زن صالحه گرفتی، زن پاک دامن گرفتی، مکافاتش این است اگر تو فقیر باشی من از فضل بزرگیم زندگی تو پر برکت میکنم، تو دارا میشی. خدا وعده داد ایستاد است برادر عزیز. این مصلحت خدا هست. اگر به گفته خدا و پیغمبر کردی زندگیت برادر عزیز پر برکت میشه، زندگیت خوش میشه، فرزند خوب میگیری. حالا ما میگیم که یک روز است باید هر کاری بکنیم. یک روز خرسندی داریم. بسیاری جوانا چی میگن؟ یعنی یک روز خرسندی داریم، یک روز است که بله یک روز است. یعنی یک روز آینده زندگی تو میپزانه. یعنی یک روز آینده زندگی تو نیک میکنه یا بد. انا همین روز خداوند در خرسندی خوش است برادر عزیز. حالا شعبچه اگر آواز ما رو بفهمن قضیه کردن شعبچه شما این انا همین روز برادر عزیز خداوند در خرسندی تو خوش است. پروردگار مهربان امروز تر امکانات بالا داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن شما جوان پسرا نزد شعبچه برین دعا بگیرین، شب اول دعای اونها راست به درگاه خدا قبول است. جوان دخترها پیش عروس برین دعا بگیرین. اما صد افسوس اکثریت کلونایی که عروس میشوان خواهرمان یک هفته نماز نمیخونن، سلام کلاساتید میرن، موهاشون توغری میکنن، پرچسکا ویران نشه گفته، کسمتیکا و گلای کردگی در رومان ویران نشه و گفته طهارت نمیکنن، نماز نمیخونن. کسی نماز نخوان دعاش قبول میشه. یا که بعضن جوانها ان شاء الله ما امید ندارم میداد در منچینن است، یکی بعضن شهر بچه‌ها عرق می‌نوشن شب میکاشن، دعای او قبول است، هیچ وقت دعا رو قبول نمیکنه. همون شهر بچه، همون عروسی که با گفته خدا و رسول ازدواج کرد، همون شب اولش خداوند مهربان امکانیتش میده، هر دعایی بکنه دست برداره خداوند قبولش میکنه. میدونید چقدر امکانیت بلند است. دست بردار نیم ساعت پیش از همخوابگی کلینه بگو در رکعت نماز بخوان، خدا در رکعت نماز زبانی عزیز دست بردار بگو خدایا ما اولین قدم آن است، پروردگارا مشکلات زندگی را از ما دور کن،
خدای برای ما بخت سعادت بدی. خدای برای ما از این همخوابگی فرزند خوب نصیب گردان که فردا آبروی مرا هم در دنیا و هم در آخرت بیرق بردار آبروی پدر و مادر باشه. اگر این دعا را کرد شه بچه ای که به گفته خدا و رسول کرد، دعاش خداوند قبول میکنه.